من با همین بیان واقعیت که پیش بینی کردم، من به مردم ایران گفتم شما اقتصادتون اینطور میشه، امنیتتون اینطور میشه، مملکت به نابودی و به تجزیه ممکنه کشیده بشه. اینا کی گفت جز من؟ هیچ کس 1 سال و نیم پیش. من پیش بینی میکنم ای مردم ایران، شما پدرتون در میاد. ما در هر هفته 1 روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و 1 بعد هم ممکنه غذا بخوریم. If the government today was run by the mullahs and they would take us back 1500 years. در چنین محیطی است که یه انسان خودخواه و در عین حال باهوش و زرنگی سر بیرون می‌آورد. از شاه مردم می‌فریبد، از طریق وعده آبونان، وعده مسکن، وعده آسایش. در چنین محیطی این انسان برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می‌کند، گیر به استخدام می‌گیرد، دروغ می‌گوید، خدا را شاهد می‌گیرد بر اینکه من می‌خوام این مملکت نجات بدم. تا وقتی سوار کار نشده وعده می‌دهد، همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی‌کند.